سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خمیری که امروز میخوایم راجبش صحبت کنیم خمیر چینی هستش که فقط با 4 قلم مواد، چسب چوب و نشاسته ذرت، همچنین گلیسرین و وازلین ساخته میشه. نشاسته ذرت بهتره باشه که کیفیت خمیرتون خراب نشه. اینجا یه وازلین که اصلا مهم نیست چه طعمی حالا چه بویی داشته باشه، اینا مهم نیست مارکش واقعا. و گلیسرین که موضعی یا خوراکی بودنش هم فرقی نمیکنه. ولی مارک چسب چوب خیلی مهمه که چسب شمال باشه، چون چسب شمال هم کیفیت بهتری داره برای این خمیر و همین که مناسب تره. ما برای این کار میایم 1 لیوان میاریم. مقیاس اندازه‌گیری ما 1 لیوانه، یه لیوانی که توی همه خونه هست و آرد نشاستمون رو اندازه 1 لیوان برمی‌داریم و الک میکنیم. همین که الک کنید کافیه دیگه. حالا نشاسته ذرت باشه مخصوصا و چسب چوب هم گفتم دیگه. چسب چوبی که استفاده میکنید 1 لیوان باشه. هر چقدر نشاسته ذرت استفاده میکنید همون قدر چسب چوب. الان من برای اینکه نشون بدم مثلا حجم این لیوان آرد چقدره، ترازو آوردم و براتون اندازه گیری میکنم که اگه این لیوان رو هم نداشتین بتونید راحت وزنش رو حساب کنید. خب ما الان باید آردمون رو الک کنیم. گفتم که 1 لیوان آرد میخوایم که من الان قاشق آردا رو داخل لیوان میریزم. بعد زیادم متراکم نمیریزم که فشار نمیدم که مثلا دونه های آرد به هم بچسبه. همینطوری قاشقا رو وارد میکنم تا وقتی که لیوان کاملا پر بشه. با قاشقم اون اضافه های سرش رو هم جدا میکنیم. الان دوباره من ترازو رو آوردم، گفتم که وزن لیوان 221 گرمه و الان وزن آرد و لیوان 353، یعنی مقدار دقیق آرد ما 132 گرمه. اگه دسترسی حالا به لیوان نداشتی یا خواستی دقیق باشه الک میکنیم آردمون رو. وقتی که الک کنید یعنی هر چقدر شما بیشتر الک کنید خمیر بهتری خواهید داشت. بعد از الک کردن وقت اینه که ما مواد رو با هم ترکیب کنیم. برای این کار روی میزمون یه سفره 1 بار مصرف میندازیم چون که خیلی قراره کثیف کاری بشه، حالا چون چسب چوب و اینا ممکنه بریزه. 1 قاشق گلیسرین داخل لیوانمون میریزیم، چون که وقتی چسب چوب مستقیم بذاره روی داخل لیوان میچسبه، ولی اگه گلیسرین باشه نمیذاره به چسبه و اینا، یعنی هدر رفته چسب چوبتون کم میشه. بچه من وقتی که ویدیو رو گرفتم چسب چوبم و حواسم نبود که کمه. الان چسب چوبم دقیقا 1 لیوان نیست، برای همین آردمم اندازه چسب چوبم میگیرم و از 2 قاشق گلیسرین کل و وازلین 1 قاشق کمتر استفاده میکنم. چسب چوب شمال رو داخل لیوان میریزم. قبلش دوباره روغن گلیسرین رو خوب به دیواره های لیوان میمالم که خوب چرب بشه و وقتی چسب میریزم داخلش خوب جدا بشه. من الان تقریبا 3/4 لیوان چسب چوب دارم، پس از مقدار آردم هم کم میکنم، از 3/4 لیوان آرد استفاده میکنم. باید نکته که خیلی مهمه اینه که مقدار آرد نشاسته ذرت و چسب چوب یکسان باشه. الان چسب چوب رو باید داخل قابلمه قرار بدیم. فقط اینکه چون من آردم یعنی چسب چوبم کمه علامت گذاشتم که دقیقاً آردم اندازه چسب چوبم اضافه کنم. 1 قاشق از مونده گلیسرین رو داخل قابلمه میریزم. من چشمی ریختم، شما این کار نکنید. ولی یه نکته هم که یادم رفت بگم، حتما قابلمه‌تون تفلون باشه، چون کیفیت خمیر وابسته به اینه که مثلا نچسبه به کف ماهیتابه. الان من چسب چوب رو اضافه کردم و دید چقدر راحت بیرون اومد از لیوان. الان مرحله اینه که گلیسرین و چسب چوب رو خیلی خوب با هم مخلوط کنیم. هر چقدر شما مراحل رو دقیق انجام بدید خمیر بهتری خواهید داشت. الان من
گلیسرین چسب چوب رو مخلوط کردم. نوبت این که آردم هم اندازه چسب چوبم همون قدر اضافه کنم. من علامت زده بودم روی لیوان، چسب چوب دقیقا اینقدر بود و آردم هم همین قدر اضافه میکنم. بهتر آرد اینجا الک بشه. بعد اینکه الک کردیم دوباره میشیم همه مواد خوب مخلوط میکنیم. ببینید بافتش شبیه مثلا یه چیزی که تیکه تیکه است میشه. حالا خودتون اگه همین مقدار اضافه کنید متوجه میشید. خوب همین مواد رو هم میزنیم تا همین مواد همدیگه رو بگیرن. آخرش من نشون میدم چطوری میشه. الان نگاه کنید، خوب هم نزدم هنوز. بعد که مثلا اینا خوب هم خوردن، یعنی قاطی شدن، وازلین رو اضافه میکنیم. من وازلین زیادی میزنم این بار. هر بار که مثلا یکی از مواد بیشتر بزنید یه ویژگی خمیر تغییر پیدا میکنه. مثلا اگه گلیسرین رو زیاد بزنید شکننده میشه خمیرتون. الان من وازلین باید یه قاشق اضافه کنم برای 2 لیوان. 1 لیوان چسب چوب، 1 لیوان نشاسته آرد ذرت، 1 قاشق وازلین میخواد. ولی من چون نشاسته ذرت و چسب چوبم کمترم باید کمتر اضافه کنم. اما با صلاح دید خودم برای بار سوم میگم که کم زیاد اضافه کردم و این عمدی بود. حالا مواد رو با هم که مخلوط میکنیم. یه نکته که من یادم رفت بگم، حتما از کفگیر چوبی استفاده کنید، چون قابلمه نچسب نباید قاشق آهنی بهش بخوره، خشم میفته. این قابلمه رو اصلا کلا بذارید جدا برای این کار اگه قصدتون جدیه برای خمیر ساختن. خلاصه نگاه کنید که همه مواد همدیگه رو گرفتن خوب و یه بافت خمیری طور خوبی شکل گرفته. الان این خمیر رو از قاشق جدا میکنیم و روی گاز قرار میدیم. همینطور پهنش میکنیم، میذاریمش روی گاز، روی شعله خیلی خیلی کم. وقتی که روی گاز به این حالت در اومد، ببینید روی گاز بره کم کم سفت میشه و این سفتی خیلی مهمه که دقیقا چقدر باشه. نه اونقدر باید شل باشه که کش بیاد هی، نه اونقدر که شل که مثلا بچسبه به قابلمه کاملا مثلا، ولی کاملا هم خشک نشه دیگه. توش مثلا نرم باشه ولی بیرونش مثلا گرما دیده باشه و سخت شده باشه یکم. وقتی که روی گاز برداشتیم ما یه تخته میاریم، با وازلین چربش میکنیم، اضافه ها رو از قاشق جمع میکنیم و خمیرمون رو فکر کنم 10 دقیقه کامل ورز میدیم روی تخته. هر چقدر بهتر، هر چقدر بیشتر ورز بدین بهتره. بعد اینکه خمیرتون از الان، یعنی بعد از اینکه 1 رو ورز دادین، قابل استفاده است. ولی من میگم که بمونه بهتره، چون هر چقدر بمونه لطافتش بیشتر میشه. ولی مثلا خمیر الانم نگاه کن چطوریه. حالا من بعد چند روزم نشونتون میدم که بافت خمیر چطوری میشه. شاید یک گلوله هایی توی خمیرتون باشه، اونا رو هم میتونید هنگام ورز دادن صاف کنید و مخلوطشون کنید. خیلی خوب ورزش بدین تا اینکه یه بافت خوب به دست بیاد. الان دیگه وقت اینه که یه نایلون بیاریم، نایلون فریزر، و خمیرمون رو مثل توپ جمع میکنیم و بیرونش وازلین میزنیم که نچسبه به نایلون و با اون گرمایی که داره میذاریمش توی فریزرمون، یعنی نایلون فریزرمون، که نچسبه به نایلون و میذاریمش داخل فریزر که با گرمایی که خود خمیر داره بقیه قسمت‌های خمیر باخته بشه. هیچ هوایی نباید خمیر بخوره و خیلی خوب و محکم ظرف فریزر رو ببندید. حالا من اینجا سریع کار داشتم، ولی چند لایه نایلون بذارید خمیر رو داخلش و داخل یه ظرف دردار بذاریدش. الان بافت خمیر دقیقا همچین حالتیه که میتونید باش هر چی میخواید بسازید و این لطافت رو داره. رنگ کردن خمیر رو هم در ویدیوهای بعدی آموزش میدم.